بزاوین سروک باول جلال طالبانی سروک ایکتیان نشتیمانی کردستان با مکمکرن و درست کردن هفکاری زیادتر دنه برا هیزن پیشمرگی و لشکر عراق دا جپیخمت آرامی و تناهی و پاراستنا سر و مال ولاتیان به تایبت لدورن کردستانی در وی حرم دبر دوامن. د سرادانا خویا ویجاره دا بو بغدا سروک ایکتی لگل وزیرین براوانی و نافخوین عراق کومبو دوی کومبونه دا پرسا ریبونا تیرور والاهی امنی دورین کردستانی و هفکاری دنیبرا پیشمرگی و لشکر عراق دا تورین جه پیت دانه بون. تیرورستین داعش مفای جوان والاهیان وردگرن که دنیبرا هیزن پیشمرگی و لشکر عراق دا هنو بزاف دهنه کرن بو کم کرن وان والاهیان امنی. دوی کوانی دا کریم شکر پرلمانتار ایکتی لجوات نوینرین عراق د داخویانی که تایبت دا بو آجانسا فرمی ایکتی نشتیمانی کردستان پی و کی میدیا دبیجید هفکاری و هاریکاری دنیبرا هیزن پیشمرگی و لشکر عراق دا پینگا و کاگرنگ بو پرکرنا وان والاهین امنی به تایبت لدورین دروی حرم درست بوین. نوبری گوجی لچند شوین بوری هیرش کا تیروریستی لسر لشکر عراق لسنورین پارزگاه کرکوک هاتا کرن. افیکجی پیدویا به هفکاری و هاریکاری زیادتر جمع دخوازید لوان دورین والاهی امنی تداهی. نها باشترین دلیوه بو هاریکاری امنی و لشکری بو پرکرنا وان والاهین امنی درست بویه. پیشمرگه و لشکر عراق دو لیواین هفش بو تناهی زیادتر یا دورین کردستانی دی پیکینن. اوجی دی بیت صدم کو هفکاری و هاریکاری دنیبرا هر دو آلیان دا زیادتر ببید. پرلمانتار فراکسیون ایکتی لجوات نوینرین عراق دی بیجی بزاف د بردوامن بو پیکینانا دو لیواین هفپش دنیبرا پیشمرگی و لشکر عراق دا لدورین کردستانیان در وی حرمه. کو پیکینانا وی یکی لشکری دی رولک پوزاتیو و ارینی هبید دی برقرار کرنا تناهی و امناهی دا. اما جبوی یکی جیکر کو فراکسیون ایکتی نشتیمانی کردستان لجوات نوینرین عراق جنرینگه ها هست کرن به برپرسیاتی لهبر ولاتیان کار دیگر بو مکم کرنا هفکاری و هاریکاری دنیبرا هیزن پیشمرگی و لشکر عراق دا. هر دوی کوانی دا محمد صهیود پارلمانتار دولت یاسال جوات نوینرین عراق با آژانس پی و کی میدیا را گهاند که هفکاری و هاریکاری دنیبرا حکومت حرم حکومت عراق دا کاره که پیدویه نک بتنه دی بیاوه آسایش و لشکری دا بلکو پیدویه دی تف بیاوان دا هفکاری هبید دا که بگهنه تمامکاری امنی و آبوری پیدویه پینگاو پیکینانا لیواین هفپش کو سرکرداتی ایگرتی و هر وصا هفکاری راستقینه دنیبرا تف آلیان دا هبید. جالی خولی و احمد لطیف ریوبر راگهاندن و هوشیاری نشتیمانی فرمانده هیزن هفته پیشمرگی با آژانس پی و کی میدیا راگهاند که سروک باول جلال طالبانی بردوام تکزی لسرگرنگی هفکاری و هاریکاری دنیبرا هیزن پیشمرگی و لشکر عراق داده کرد. و هیزا پیشمرگی لگور دستوری پشککج سیستم براوانی عراق. لیوا احمد لطیف گود جی دوی کوانی دا زنجیره که کمبونا لگل نوینرین لشکر عراق انجام داینه به مبستا برقرار کرنا تناهی و آرامی لوان دورین والاهی امنی تداهی و بتایبت لدورین کردستانیان در وی اداره حرمه. پینگاوین باول جلال طالبانی سروک ایکتیان نشتیمانی کردستان بو هفکاری زیادتر هیزا پیشمرگی و لشکر عراق بردوامن و دنهاد لجنک هفپش که پیشمرگی و لشکر عراق و جور هفپش کل هفته گهشتن و هفکاری هیا بریار جی هیزا که هفپشک جی پیشمرگی و لشکر عراق بو پاراسنا آسایش و امناهی لدردور کرکوک قزادوبس و شنگال بیت پیکینان.